دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امروز میخوایم درباره تکنیک‌های دیگه‌ای که لازم ما در فن بیان و سخنوری به کار بگیریم صحبت به میون بیاریم. نخستین تکنیک تلفظ کامل اجزای کلمه است. ما برای اینکه مخاطب متقاعد بشه که درست میگیم و مفهوم پیام ما رو دریافت بکنه، باید تمام اجزای کلمه و کلمات و واژه ها رو درست و دقیق و همون گونه که هست به کار بگیریم. پیش از این مطلب راجع به نفسگیری من باید خدمت شما مطالبی رو عرض می کردم که الان عنوان می کنم. ما برای استفاده از صدای قوی‌تر و توانمندتر نیاز به هوای بیشتری داریم که اصطلاحاً ما بهش میگیم از دیافراگم استفاده میکنه. بلیدن هوا به مقدار زیاد و شکم رو پر از هوا کنیم و به جای ریه که حجم کمی از هوا رو میتونه انتقال بده به تارهای صوتی ما، از هوای دیافراگمی موجود در بدنمون برای استفاده در صداسازی باید استفاده بکنیم. ضمن اینکه ما باید به ارتفاع صدا، تکنیکی که بعد از تلفظ کامل اجزای کلمه خدمت شما عزیزان عرض میکنم، ارتفاع صدای ما هست. نوسانات صدای ما در طول بیان نباید غیر طبیعی و آزاردهنده باشه و میبایست بر اساس همون ارتفاع فرکانسی که نیاز هست به کار گرفته بشه و اگر ما بخوایم که صدامون رو بندازیم یا یک دفعه بالا ببریم ارتفاع رو، مخاطب رو آزار خواهیم داد و چه بسا علاقه به شنیدن صحبت ها و پیام های ما پیدا نکنه. و تکنیک بعدی هم که امروز باید خدمتتون عرض بکنم، سرعت صدای ما هست. وقتی که ما کامل واژه ها رو تلفظ بکنیم، خود به خود سرعت مطلوب و مناسب رو صحبت کردن ما به دست خواهد آورد و این سرعت نه خیلی کند و نه خیلی شتاب زده خواهد بود و بدین صورت ما میتونیم مطالب رو زیبا بیان بکنیم و شاهد حظ و لذت بردن مخاطب یا مخاطبینمون باشیم. به یک نکته دیگه من اشاره میکنم و امروز تمام میکنم صحبت رو در خصوص تکنیک ها. ما در گفتن و صحبت کردن باید لحن یا آهنگ بیان رو هم رعایت بکنیم. لحنی که ما باید با اون صحبت بکنیم زبان معیار هست، زبانی که شباهت به زبان و یا لهجه زیبای تهرانی دارد اما آن نیست که میگویند و این به واسطه درست ادا کردن و با طنین صحبت کردن حاصل خواهد شد. و نکته آخر هم مکث زیبا یا توقف زیبا هست که ما در بین صحبت کردنهایمان میبایست رعایت بکنیم. پشت سر هم صحبت کردن باعث ایجاد خستگی در شنود خواهد شد و طبعا خسته خواهد کرد. فلذا باید مکث هایی رو در بعضی از قسمت های جمله داشته باشیم که هم به زیبایی جمله ما کمک بکنه و هم مخاطب لذت بیشتری ببره.
دوستان عزیزم تا فردای دیگر، بدرود.